دوستان من همی صورت را گذرانده استه بودم، نوارو را دیده استه بودم. یک صورت در چشم غلطید خواهری از فلسطین که به قول کمپیروی بیبی میگفتن که پارگی کردگی یا که متای دختگی است تا بدنش نتوه، در حالتی که نه نون خوردن دارن نه لباسی پوشاندگی دارن. خواهرای مسلمان فلسطینی در نظر دارم به همه این گه نکرده تنش پوشانده شده که تنش نتوه در چشم نامحرمان نرسد. اما متاسفانه خواهرای ما چی در داخل وطن چی بیرون از وطن در طرف روسیه دیگر دولت‌ها برای یک لایک کامنتر بدی که باید بنویسن یا پرس موتور بگیرن نه تنها تنشان میپوشن، حتی اوریان کرده تا نشان میتن با گفتی خودشون با قول خودشون لایک کامنتر خوب پرس موتور بگیرن. نه ترس از قبر است، نه از روزی قیامت است، نه از دوزخ است، نه از الله است. برای یک پرسماتری ناچیز متاسفانه بعضی شوهرها که یابرهای دهیوزشان نگاه کرده با همه را ستوریس میکنن و تا که دیگر رو ببینن. شو از خدا بترسی خواهرها. من شما را نمیگم فرنجی کنی محکم کنی، حدی اقل همون روی مالی خطونه بنده همون فرض الله رزق کنی و طوری بگیم همون محکم کردن که وجودی شما نتوه. و شخصایی که شما چون چیزا بگیم پدیشکا میکنی یا که دستگیری میکنی شما را بگیم سوچست نکی یا که همراهی در قیامت انشاءالله جواب میته. الله همه ما را هدایت کنه. حسبنا الله و نعم الوکیل. خواهرها از قیامت بترسی، خواهرها احتیاط کنی، شوهراتون حرمت احترام کنی و گوش کنی پدر و مادرای عزیزتون. پدرای عزیز وقتی خواهرها را به شهر غریبی روان میکنی نظارت چون کنی در گیجا کار میکنه، سوم از گیجا میابه، شبها قطعی کی خوان. متاسفانه بعضی چیزایی که در اکرام گفته نمیشه. خدا همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم. خواهر دخترامون میگیم لباسای تنگ نپوشین، لباسای اروپایی نپوشین، لباسای شفاف نپوشین، لباسای بدن نما نپوشین، تا که کوچه ها پر از افلاسی ها شد. دختر و جوانای ما همه پشت به پشت ما کسل سپید درک نداشت. 1740 تا تاجیک امروز سپید شده است. همه چی است؟ همه از تشویق و ترغیب همون بدنهای نازکی که در خواهرهای ما در کوچه ها میبرورند. در برابر این خواهرها هم بچهای ما هم لباسهای تنگ نپوشین. ولی بعضی ها را بینید هم بروکای تنگ میپوشین، چه از پیش چه از پس نگاه شما بسیار ناخوبه.